خب یه سری عضلات هستن که مشخص نیستن، یعنی ما با چشم نمیبینیم. یه نمونه از این عضله ها عضله سراتوس انتریور هست، دندانه قدامی اسم فارسیش، و خیلی ها به عنوان پنجه ببری یا پنجه‌ای خیلی اسمای مختلفی براش گذاشتن. کار این عضله کشیدن کتف به جلو هست و من نه تو اینستاگرام نه اینترنت هیچ جایی ندیدم که این عضله رو تمرین بدن و یه تمرین خیلی خاصی داره. حالا سعی میکنیم تمرینش هم براتون تهیه کنیم و بذاریم. و همینطور که میبینین این عضله کاملا پوشیده شده، اصلا مشخص نیست. کارش فاصله دادن کتف‌ها از همدیگه هست و کشیدن به سمت جلو، یعنی از پشت کتف فاصله میگیره از هم، از جلو کتف‌ها یه مقدار به هم نزدیک میشن. حالا نه اینکه بچسبن به هم، چون این توانایی وجود نداره از جلو، ولی از قسمت پشت کتف این کتف‌ها به هم میچسبن و از قسمت پشت اینا رو فاصله میده از هم دیگه. حرکتش هم که میبینید به همین صورت هست، همینجوری که توضیح دادم. ببینید از پشت کمر اینا رو از هم فاصله میده، از سمت سینه که نگاه کنین یه مقدار به هم نزدیک میکنه اینها رو. یعنی توانایی این عضله اینه. حالا این اپلیکیشن خیلی خوبی هست، فقط چیزی که هست داخل ایران خیلی سخت میشه باش کار کرد و هزینه داره. فکر کنم $100 دوستمون هزینه کردن و ما به کمک ایشون داریم اینا رو به شما نشون میدیم. سعی میکنیم که عضلات بیشتری بهتون نشون بدیم. اگه خوشت اومد از این ویدیو لایک کن، کامنت بذار و برای دوستات ارسال کن. این هم حالا یه حرکتی هست که میشه ورزشش داد و این عضله رو تقویت کرد. این حرکتش به این صورت است. دنده ها رو